قاعده 154. در قاعده 154 اقسام شفاعت توحیدی مثبت را بدانیم. شفاعت توحیدی، شفاعت مثبتی که در عقیده اسلامی وجود داره، 6 نوع شفاعت می باشه. یک قسم شفاعت عظما هست. شفاعت عظما اما مقام محمودی است که الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم میده. و این دمو یک حدیث بسیار طویل است که در روز قیامت وقت مردم یک جای میشن، باز بالاخره پیش پیغمبرای دیگه میرن. این در امو روز قیامت در موقف است، در میدان حشر. مردمی که در روز قیامت استاده هستند، این توقف در روز قیامت بسیار طویل میشه، به اندازه زیاد میشه که مردم بسیار خسته میشن، منتظر از این هستن که حساب و میزان شروع شود. بالاخره کل مردم پیش دیگه پیغمبران میرن. خب خلاصه ای که در آخر پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میاین و برش میگن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، در همینجا شما به خالق متعال چی کنین؟ از خالق متعال بخواین که برای ما چی شود؟ حساب و میزان رو شروع بکنه که هر کس حسابش معلوم شود که حالت از روز قیامت بسیار سخت است. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میخواه و خالق متعال به اساس شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ همین حساب و میزان شروع میکنن. ملائکه امر میکنه که شروع کنین محاسبه و میزان و کتابه. پس شفاعت عظما هست، مثل که ما و شما مقام محمود وقتی که بعد از اذان همیشه همین دعا را میگیم که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة. اینمی مقام محمود است. واجعله مقام محمودا الذي وعدته. پس همین مقام محمود همین شفاعت است که ما شما در دعای اذان وقتی که میخوانیم همین کلمات میگیم. نوع دومش شفاعت در روز قیامت برای باز شدن دروازه جنت است. در روز قیامت مردم حرکت میکنن که به طرف بهشت وقتی نزدیک میشن، رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای صراط استاد میباشه و میگه اللهم سلم سلم، پروردگارا سلامت نگه دار. یعنی وقتی که امت رسول الله صلی الله علیه و میشه، رسول الله صلی الله علیه و استاد است و شفاعت میکنه که یا الله اینا را سلامت نگاه کو، یا الله سلامت نگاه کو. این هم شفاعتی است که در چی میشه؟ برای داخل شدن برای جنت. چون از میدان حشر وقتی که حرکت میشه بالای صراط مؤمنین تیر میشه، کسایی که اهل جنت هستن. پس در اونجا سختی ها هست بالای صراط و در قنطره میخوانیم بودن. نوع سوم شفاعتش برای بعضی از اهل جنت است که مقامشان بلند شود. یک تعداد مردم هستن که در جنت می باشن. رسول الله صلی الله علیه و برای بلند شدن مقامشان، رسول الله صلی الله علیه و برای ابو سلمه دعا کرد و گفت ای پروردگار عالمیان، بر وی و بر ما را مغفرت کو، او را مغفرت کو و قبرش برش بسیار گشاده بساز و برش روشن بساز. پس این برای انسانهای مؤمنه که در مقام خوب هستن، برای بلند شدن مقام منزلتشان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا و شفاعت میکنه. نوع چهارم شفاعت برای کاکایش است. اصل قاعده همی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این درباره کافرها هست که برای کافرها شفاعت کننده ها منفعت نمیرسانه. یعنی یا شفاعت از اونا در حق از اونا قبول نمیشه، ولو که کسی که شفاعت میکنه پیغمبر باشه. یعنی شفاعت پیغمبر در مورد انسانهایی که مثلا مشرک هستن و
کافر هستن یا مشرک هستن یا اهل بدعت هستن. اینی مردمایی که مشرک و منافق و مبتدع و اینا هستن، بر از اینا شفاعت رسول الله صلی الله علیه و برای کاکایش که مشرک است و شرک از او ثابت است، کلمه نخوان، پس شفاعتش او تو شفاعتی که او را از آتش و دوزخ نجات بده شفاعت نمیشه، قبول نمیشه. تنها علما میگن که برای کاکای ازی چون بر رسول الله صلی الله علیه و زیاد در وقتش خدمت کرد لکن کلمه نخوان، رسول الله صلی الله علیه و میره زیاد کوشش کرد که کلمه بخوانه ولی غرور و تکبری را اجازه نداد. پس استثناءً همو عذاب دوزخ نسبت به دیگه دوزخی ها برای تخفیف میشه، استثناءً نسبت به یک نفر. چرا آیت قرآن صریح هست که برای کافر و مشرک و منافق و مرتد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، هیچ شفاعت کنندگان اگر برای یک پیغمبر هم شفاعت بکنه شفاعتش قبول نمیشه و بهش فایده نمیرسونه. در حدیث صحیح البخاری هست که عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم، میگه ما شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذکر عنده عمه، میگه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم کاکایش برش یاد شد که کاکای ابو طالب، فقال لعله تنفعه شفاعت یوم القیامه، شاید که استثناءً برای شفاعت من در روز قیامت قبول شوه، همه قدر فیجعل فی ضحضاح من النار، بازی از عمق جهنم در وسط جهنم، یا عمق کم، ضحضاح یعنی بیخی در چقورینه در قسمت های وسط دوزخ باشه، فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیه، یعنی در آتش باشه به می اندازه که امی آتش تنها تا بجلکایش می باشه، یعنی شفاعتش اینم قدر از دوزخ خیره کشیده نمیتونه. گفت کاکای من شاید شفاعت من همه قدر در حق از او قبول شوه که از لعله تنفعه شفاعت یوم القیامه فیجعل فی ضحضاح من النار، بازی گذاشته شود در ضحضاح آتش، یبلغ کعبیه که اما آتش به بجلکایش میرسه، یغلی منه دماغا، لکن اینمی آتش هم که است که ای به بجلکایش میرسه توسط از این میگم دماغ از این مغزش جوش میخوره، الله حفظ بکن. یعنی با وجود از این که رسول الله صلی الله علیه و بر از او چی میکنه؟ شفاعت میکنه، چون مشرک است شفاعتش در حق مشرکین خود قبول نمیشه، و این کاکایش که بسیار در عصر که رسول الله صلی الله علیه و زیاد خدمت کرد بر رسول الله صلی الله علیه و نه به خاطر دینداریش بس بلکه به خاطر که بیادرزادهش بود، پس این بر کاکای خود یک شفاعت میکنه که خود بسیار در زندگی کتم همکاری کرده و بسیار چیز از پروردگار همه قدر قبول میشه که این از عمق دوزخ بچی به ضحضاح یعنی در وسطش که آتش در دیگه اعضای بدنش سرایت نمیکنه، تنها اندم پایش که تا به جلکش میرسه، ولی رسول الله صلی الله علیه و که اونم قاطش هم که است مغزش در چی میره؟ الله حفظ کنه. شما یگان روز اگر شوقتان به یگان گناه شد، میگه محمد علی کلی که بود یک خوب چی بود نمیشناختین؟ چی بود؟ امی بوکسر بود، بازی خودش میگفت من قاعده دارم کدام وقتی که علاقمند گناه میشم امی لایتر یا گوگرد در جیب می باشه، باز میگه من که میخوایم امی گناه را بکنم باز یک پلتا گوگرد میزنم دمی دست من میگیره، باز بر خود میگم خود تو سعی کنی از یک پلتا گوگرد تو طاقتش نداری، این گناه تو را شاید در سر آتش بشانیده، پس چرا این گناه را میکنی؟ و این خاطر باز گفت من گناه را از خود چی میکنم؟ دور میکنم. 95 شفاعت برای کسانی که مستحق دوزخ میشوند از موحدانی که به دوزخ نروند، یعنی یک تعداد انسانهای موحد هستند، یک تاپرست هستند، کلمه توحید خوانده، لکن به اساس گناه اینا مستحق دوزخ میشن. عن ابی هریره رضی الله عنه انه قال قلت یا رسول الله، ما گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم
من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامه، کدام انسان ها خوشبختترین انسان ها هستند به شفاعت تو در روز قیامت. اما انسان های خوشبخته که شفاعت تو نصیب از اینا میشه کدام مردم ها هستند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی گفت لقد ظننت یا ابا هریره ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك. میگه من اما تو گمان میکردم که از این حدیث نسبت به خودت کسی دیگه از من زیاد از من سوال نخواد کرد. چرا؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه برای حفظ احادیث و فهم احادیث بیخی خدا فنا فی الحدیث بود. فنا فی الحدیث داده شده بود که تمام کار و زندگی و مشغله ترایش ای ترک کرده بود و میخواست که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بشنوه. یعنی بیخی عمر خدا وقف کرده بود برای چی؟ برای فهم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما میفهمیدیم که همین سوال هیچ کس پیش از تو نمیکنه. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، به خاطر که ابو هریره تو بسیار حریص بودی در فهم چی؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. باز برش میگه که اسعد الناس بالشفاعة یوم القیامه. سکن چقدر مردم با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه مقام بلنده که گرفتن، نه؟ یا چقدر حرص داشتن برای فهم حدیث و درک حدیث. ما و شما بسیاری وقتا علاقات درس می باشه، درس حدیث می باشه، میگیم برو حدیث رو شروع شده ما بریم یک چکر بزنیم، یک خوشطبی کنیم، یک تلفن کنیم، چندین حدیث از پیش ما چی میشه؟ تیر میشه. و بعضی اوقات شیطان غلبه حاصل میکنه، میگه چی میکنی حدیث بخی برو. در حالی که سایکو صحابه قدر چی داشتن به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار علاقمندی داشتن. ما شما بسیاری وقتا کسایی را ببینیم مثلا اهل مسجد مثلا اینجا ما مدرسه داریم، قاری صاحبا هستن، آشپز صاحب هست، دیگه نفر است، شاگردا هست، اینا باید کلشان به حلقه حدیث باید علاقه می داشتن. یکی خب زور است که یک نفر با زور سرش فشار به اینا، اگر یک روز من بیابی را پرتم کلش میه صحیح نه. اگر من برایم در وادی درس حدیث برم خوب قال مقال پرتم، دروازه مولوی راسخم تق تق کنم، دروازه قاری را تق تق کنم، شاگردارم از بسترشان بخیدم، با ثواب ببینی کلگی از ترس مخلوق بس کلگی میه نه. اصلا اما تأثیر اساسی داره که انسان با اساس محبت و علاقمندی خاص خود نه پشت گپ پدر بگرده نه پشت گپ مادر بگرده، بلکه خودش علاقه خاص داشته باشه و بگویه که همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله از پیش من ترک نشه. این باز یک عزت خاصی داره، الله بر از او باز عزت خاص میده. اما این که باز به حساب فشار و به حساب ازی باز شده، باز اون قدر کسایی که باز به حساب فشار باشه باز سر از او تاثیر هم نمیکنه. به هر صورت ابو هریره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که لقد ظننت یا ابا هریره ان لا يسألني عن هذا الحديث احد. ما تو فکر میکردم که هیچ کس سوال نکنه اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، که تو میفهمی که تو به حدیث بسیار حرص داشتی. اسعد الناس بشفاعة یوم القیامه، سعیدترین و خوشبختترین انسان ها در شفاعت روز قیامت من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، یعنی کسی که لا اله الا الله را مخلصانه از قلب گفته باشه. لا اله الا الله مخلصانه از قلب چه قسم میشه؟ که تو امو تعهداتی که در قلبت کردی با لا اله الا الله محمد رسول الله، با امو تعهدات تو مخلص باشی، خالصانه به خاطر ذات الله، با غیر ذات الله هیچ عبادت به هیچ مخلوق نکنی. یعنی هست همین تعهد با الله کرده، قلبش مخلصانه میگه که یا الله فقط به خاطر رضایت تو دیگه من هیچ کس دیگه را داخل نمیکنم، حتی به شرطی که حتی به اندازه که سرش عذاب شده. مثلا امام احمد ابن حنبل رحمه الله
ایره بردن گفتن که تو فقط یک موضوع اعتقادی بود که معتزله یک فرقه پیدا شده بود، خیسته بودم خلیفه را قناعت داده بود که چی است؟ قناعت داده بود بعض اعتقادات کلامیین معتزله. بسیار علما چی کردن؟ آمدن و بعضیا به خاطر از که چی نشه، بندی ما نکنه، لط ما نکنه و بعضیا به چوکی مرا نگیره و بعضی مقام ما نگیره، اکثریت از اینا بسیاری کسا تسلیم شدن. امام احمد ابن حنبل مخلصاً لطش کردن، دره زدنش، حتی به اندازه شد که تخته همین پشت ازی پاره شده بود، زیاد دره زدن. و زوف سرش میامد، زوف میکرد، پس میخیز، باز زوف میکرد، باز میخیز. ولی وقتی که باز پرسانش میکردن باز میگفت نه، ما نمیخوایم که به خاطر عقیده توحید از دست بتم و عوض از او برم به خاطر. حالا بسیاری کساس نه، بسیاری وقتا ده مثلا چی است، بسیاری کساس وقتی که ما یک وقت ترکیه رفته بودیم و ترکا که اصلا زیاد در شرک مبتلا هستن. خب ترکا مصطفی کمال اتاتورک اونا را علمای حقیقی که قرآن و سنت درس میدن و را کشت. بازم ملای را مانده بود در ترکیه که اونا فقط ذکر میکردن و فقط همی تسبیح بکو، ذکر بکو، نحو بخوان، صرف بخوان، تفسیر و حدیث ها رو نمیخورن. همین الان که بری ما رفتیم در چنین مدرسه شان نمیخورن، فقط همی کتابایی رو میخورن که کتابایی است که یارو بیدار نمیکنه. قرآن هم بسیار حفظ میکنه، میلیون ها نفر در ترکیه قرآن حفظ کرده، بسیار صدای خوبش، معنیش نمیفهمه، بی معنیش نمیفهمه. و اینا چی است؟ باز چی میکنن؟ و عادت دارن که دم شرکیات زیاد مبتلا هستن، میمانا رو میبرن سر قبرستان، حالا میگه ببین دست دعا رو بالا. باز ما که اونجا بودیم و ترکی میامد دعا کنین، باز ما میفتیم ببخشید ما از جمله مسلمانای نیستیم که به قبر چی کنیم؟ دست دعا بلند بکنیم. باز یکان تا چی میگه؟ خیر ساله همیا خفه نشه، یعنی همی شرک بکو که ترکا خفه نشه. گفتم الله تو خفهش بسازه که تا اسفل سافلین. المخ زامن از اون نیست، بسیاری کسا هستن. پس مخلصا اینجا رسول الله صلی الله علیه و که من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، خالص به قلبی عزیز که تعهد کرده که الله به غیر ذات تو به کسی دیگه عبادت نمیکنه، پس هیچ عبادت سرت خم نمیکنی. خدا کنه کل دنیا چپه شوه. بعضی بچهای جوان شما معسلین که هستن میرن چین، میرن مثلا ژاپن، میرن مثلا تایوان، واقعا از بت پرست هستن. بازم مجسمه همو کلان همو کانفو تکواندو یاره جور کردن. باز قانون است که سپورتمن بره بر از او چی کنه؟ رکوع کنه، تعظیم کنه. بازی‌ها به خاطر اینکه در مسابقه ما داخل باشیم، بازی‌ها هم میرن کله خود خم میکنن. بسیاری رئیس جمهورها هستن وقتی که شوروی میرفتن سابق همین کمونیستا را عکسایشون سعی کنین، همین نجیب که رفته شوروی یا کارمل یا را سعی کنین، بازی‌ها رو میبرد پیش مجسمه لنین به خاطر که بادارای ما خفه نشه. بازی‌ها سر خودش چی میکردن؟ میرفتن بر از اون حنا میکردن، تعظیم میکردن و مجسمه کی؟ لنین. خدا به شرک و کفر مبتلا میکنه. پس من قال لا اله الا الله خالصا به خاطر من قلبی از قلبش باشه، پس هیچ عبادت ولا چیزی به اومد زیر پاش گوسفند ذبح نمیکنی خفه میشه. الله تو خفیش بسازه که تا آیسا بیخی بره به جهنم. چی خفه میشه؟ یا مثلا فلانی عروس است ولی اگه زیر پاش مرغ ذبح نکنی، الله میگه فصلی لربک وانحر، ذبح مرغ پرنده و حیوان برای الله بکن، تو میری زیر پای ازی میکنی ولی سب خفه میشه. این اخلاص برای الله نیست. اخلاص برای الله چیست؟ که در نیت تو الله راضی شود. اخلاص میره میگه. ما شما خواندیم نه که یکی توحید در نیت است و 3 قسم شرک در نیت است. شرک خفی، شرک جلی، شرک اکبر، اصغر و خفی. خب آل توحید خاص برای الله است، ولی اینی شرک میکنه به خاطر فلان نفر خوش شد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. تعهد دومش یا الله بغیر از شریعت تو
قانون کسی دیگه رو تطبیق نمیکنم. نه ولی اصلا من می دموکراسی رو قبول کنم باز برای من یک چوکی بده. خالصا نشد. من کمونیسم قبول کنم باز خوش شوم، ولی من قوم پرست شوم که باز قومم از من خوش شوم، قوم خوش شوم. الله قوم خوش نسازه وقتی که در شرک و در کفر. این وقتی که مخلصانه برای الله کلمه خوان، الله رسول الله میگه شفاعت ما برای کسی قبول میشه که چی است؟ من قال لا اله الا الله خالصا من قلبی. تعهد خدا حفظ کرد. 500 قسم طریقه است. یکی که دول عبادت میکنه، یکی که رقص عبادت میکنه، یکی که عطن عبادت میکنه. ما ولا نمیکنیم. چرا ما میگیم ما معذرت میخوایم؟ والا صاحب دعوتتان کردیم که نان است که ما خوش میشیم، چطور میشیم؟ هیچ خوش نشیم. این استاد شما بسیار طرفدارایتان از دست دادید. از ما بسیاری وقتا می شاگردای بیمون بسیار هستن. باز که ببینید یک نفر آمد والا استاد اینی گپ شما گفتین بسیار علاقمندایتان از دست دادید. گفتم والا ما علاقمند چی کنیم؟ الله راضی باشه، خدا کنه کل مردم خفه شن. چرا گپ الحق باید بگیم. پس رسول الله صلی الله علیه و آله که اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. خالص از قلبی می باشه که نیت تو نیت توحیدی باشه، در نیتت مخلوق داخل نمیکنی در هیچ کار. عمل درس هم که میخونی به خاطر من نخوان، و من درس که تو را میدم به خاطر از نمیدم که تو خوشحال شوی، به خاطر ذات الله هست. خوش شدی خانه تا آباد، خفه شدی یک چند تا در فیسبوک یک چند گپ زشتم بگو. بعضی شاگردای ما هستن می پانتون تو را درس هم برش میدیم، شاگردای عاق. استاد به مثابه پدر است نه؟ باز شما شاگردای عاق هستید. این شاگردای عاق درس هم برش میدیم، باز یک تفسیرای کم سرت میکنه. اینا خانه تا بود ما به خاطر تو خوشحال باشی درس ندادیم، خاطر به خاطر ذات الله خوش میشی یا خفه میشی. چرا رسول الله صلی الله علیه و آله که اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه از نفسه. خب نوع ششم شفاعت برای کسی که از موحدان داخل دوزخ شدن تا خارج شوند. یک تعداد از موحدان هستن که داخل دوزخ شدن، آله بر از اینا شفاعت میشه که چی است؟ از آتش دوزخ نجات پیدا بکنن. یعنی داخل شدن به شکل موقتی که چند وقت باشه، چون موحدان من قال لا اله الا دخل الجنه، کسی که چی باشه مبرایه موحد واقعی. این قاعده پنجم و ششم که ما گفتیم، این فکرتان باشه که شفاعت برای کسایی که مستحق دوزخ میشن که هنوز داخل دوزخ نشدن، یا شفاعت برای کسایی که داخل دوزخ شدن حالا شفاعت میشه که یا از دوزخ کشیده شون. این شفاعت مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله نیست. این شفاعت باز نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین اینا باز چی کرده؟ دیگرها هم کرده میتونن. فهمید یا نه؟ یعنی نوع پنجم ششمه اینا انبیا و اولیا و صالحان و اولادای صغیر و این کسای دیگه هم هستن، اونا هم باز این شفاعت کرده میتونن. این دو شفاعت پنجم ششم.